ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо идомаи силсила гуфтори хонишҳои бадеӣ аз рӯи романи сегонаи нависандаи халқии Тоҷикистон Ҷалол Икромӣ, духтари оташ, 12 дарвозаи Бухоро ва тахти вожгон. шунавандагони арҷманд, акнун ба қироати қисми дуюми романи сегонаи Ҷалол Икромӣ 12 дарвозаи Бухоро оғоз менамоем. ҳоло гуфтори ҳафтумро аз рӯи ин роман бишнавед. ровӣ Ализода Абдурашид Хоҷамқул. қисми сеюм. میرک به این سؤال و جواب اهمیتی نداد. وی خرسند بود که بغیر از او کسی به بازار خربوزه نمی برد. تنها وی میرک یک جوال خربوزه برده ایستاده است و اولین شده به بازار می درآید. ایخ ای جانور، می گفت وی خرش را آگاه کرده و باز هم تیزتر قدم می ماند. وقتی که از قشلاق گچکش گذشت، ستانسیه کاگان و ستانسیه امیرآباد بر علایینه نمایان گشت. آن قطاری وگان‌های سرخ بسیاری که یک طرفش به سوی امیرآباد، طرف دیگرش به سوی کاگان کشاد یافته است. آن پروازها هشتک کشیده به آسمان بالشت‌های بسیاری از دود سر داده گذشته. هی وگان‌های قطار چقدر بسیار! و در عمرش اینقدر بسیار جمع شدنی اشلون‌های سرخ را ندیده بود. گویا همه خطهای راهی آهن را وگان‌ها بند کرده. میرک یک درجه حیران شده لحظه در یک جا ایستاده ماند. اینقدر پاییزدی بسیار جمع شده است، گفت وی به دهقانی که به 3 خر جوارهای کاه را بار کرده می بود. مگر از کاگان آن طرف پاییز نمی گذرد؟ از کار آمدگی می گویند، گفت دهقان. این وگانهای سرخ همه از اسکر پر بوده است. لیکن خیریت که گذرگاه ما را نبستند، نوکک عرابه گذشته رفت. راست میگویید، گفت میرک. انا با آن سو یک نگاه کنید، اسکرها پای مشق کرده رفته ایستادند. ایهی چقدر بسیار! در حقیقت از اشلون‌های قطار بسیاری که همه راه را بند کرده می ایستادند، اسکرها فرآمده ملتیق و پولیمیات‌ها را به دست گرفته و سوی استانسیه کاگان و قشلاق اوبچوری که به نزدیکی راه بخارا بود می رفتند. دهقانی کاهکش کمتر نگاه کرده ایستاد و براهش رفتن گرفت. او را دیده میرک هم می خواست که براهش دوام کند. از عقیب از طرف قشلاق اسب تاخته آمده ایستادن شخصی را دیده ایستاده ماند. آن شخص هنوز به وی نزدیک نشده میرک شناخت. وی همان مردکی دیروز بیگاهی به سری پاریز آنها آمدگی بود. در زیر پایش اسبی نعیمی تلخ، همان سله و جامه، ولی در پایش موزه بود. سوار به میرک اهمیتی نداده زده گذشته به سوی کاگان رفت. پس از برطرف شدن چنگ که از زیر سومی اسبی دونده برخاسته بود، میرک هم خرش را حی کرده به راه درآمد. در گذرگاه از بین قطاری وگانها و خطهای راهی آهن گذشته، با راهی بین زوادی پخته و سرای چای به سوی بازاری کاگان خرش را حی کرد. در بسیاری وگانها اسکربچه ها بودند. بعضی از آنها به روسی، بعضی اشان تاجیکی، یک قسمشان به ترکی سخن می کردند. این را دیده میرک به خاطر آورد که بچه های قشلاق درباره جنگ گپ می زدند. شاید که این
اسکرها برای جنگ کردن آمده باشند. جنگ. سربازهای امیر هم مشق جنگ را می کنند. اسکرهای افغان با فیلهای جنگی آمدگی. جنگی سخت می شدگی است. اگر امکانی تماشا کردن می شود، میرک البته رفته تماشا می کرد. اما در کجا جنگ می شده باشد؟ البته در میدانی کوری شغالان یا که در یلنگی بیرونی دروازه سمرقند می شدگی است. برای جنگ جای وسیع، میدانی کلان در کار البته. میرک غرق این خیال ها از پس خرش آهسته آهسته میرفت که یک باره آوازی غرغری سختی که از بالای سر از سوی آسمان شنیده میشد او را یک قد پراند، حتی خریبی غمیوه گوشهایش را سیخ کرده بود. میرک به آسمان نگاه کرده سمالیاتی دوباله‌ی کلانی را دید که به سوی قشلاق آنها پریده رفته ایستاده است. سمالیات در زیر بالهایش علامت ستاره سرخ داشت و از شمال می لپیدگی بر این لپیده می رفت. میرک پیش از این هم چندین بار سمالیات را دیده عادت کرده مانده بود و می دانست که آن از بالای قشلاق آنها بلند پرواز کرده می گذرد و بعد به سوی غرب تاب می خورد و به بخارا می رود. و نیز می دانست که این مرغ فولادبال را ایروپلان می نامد، زیرا هر باری که سمالیات به بالای قشلاق پیدا شود تمامی بچه های قشلاق با آوازی بلند این مصرع ها را تکرار می کردند. ایروپلان، مرغی کلان، مرغی کلان، ایروپلان. آش نخوری، دان نخوری، ستاره چین از آسمان. لیکن حالا ایروپلان چنان پست پریده بود که وی حتی راننده عینکدار آن را نیز دیده توانست و طبیعی آوازی غرغری آن هم خیلی بلند بود که بنابران میرک ناخواست ترسیده بود. ایروپلان گذشته رفت. میرک هم به میدانی نزد سرای چای رسیده آمد. در این میدان که از یک طرف آن سرای چای و از طرف دیگرش زوادی پخته جای گرفته بود، همیشه آدمی بسیار جمع می شد و از فروشنده های میده یک بازارچه تشکیل می یافت. میرک به بازاری کلان نرفته اکثر وقت خربوزه و سبزوات خود را در همین جا می فروخت. امروز میدانی نزد سرای چای از حد زیاد سیر آدم بود و بسیاری آنها اسکرها بودند. وقتا که میرک خری خود را به درختی بسته جوالش را به زمین گذاشت و یک چند خربوزه برآورد، به سر او در حال اسکر بچه های خریدار جمع شدند. خربوزه های چندی؟ گفته یک اسکر به زبان ترکی پرسید. هر چی که دهید اختیارتان، گفت میرک هم به زبان ترکی. اسکر بچه ها به همدیگر نگاه کرده خندیدند. تو فروشنده نخس کن؟ گفت یکی از آنها به زبان تاجیکی. نرخ مالت را نمیدانی. این چیزی دهقانی همک، گفت میرک سخنهای یک بار گفته پدرش را به یاد آورده. نرخ ندارد، قیمتش آب و زمین خدا دادگی و عرق پیشانه دهقان. شیطانی، گفت اسکر بچه حیران شده. به گپ هم خیلی استا بوده ای. اگر خربوزه هایش هم تعریفی باشند. دهقان نرخ را نداند، بازار ارزان می شود. نباشد ندانستنش خوب بوده است. به گپ و خنده اسکر بچه ها یک نفر مردی میان سیم وی هم اسکر اشتراک کرده ماند.
نرخ بازار را ندانستنش هم عجب نه، گفت وی به زبان شکسته تاجیکی، گویا که روسی زباندان بود. دهقان بچه حاضر آمد. نرخ بازار را نمی داند. شما باشید یا مطبرین به سرش ریختید و چی گفتنش را ندانسته اختیار به خودتان گفتماند. انا به همین 3 تایش 1 سوم دهم، گفت مردکی عینکی ریش و موی لبناک. 1 سوم؟ گفت میرک حیران شدم. ها، 1 سوم کم می؟ باز پرسید آن مرد. نه، گفت در حال میرک، به 1 سوم 10 تا گیرید هم میلش. بله، گفت خریدار، تو دهقان بچه حقیقی بوده ای. و من 10 تا خربوزه لازم نی، همین 3 تایش کفایه. و 3 خربوزه کلان نغز را جدا کرده گرفته 1 سوم پرتافته رفت. دیگرها هم از وی ماندنی نداشتند. یکش به 5 خربوزه 1 سوم داد، دیگرش به 2 خربوزه 2 تنگه کلان پرتافت و همین طور کرده در 1 دم زیاده از نیم جوال خربوزه فروخته شد. میرک باشد به چشمانش باور نمی کرد. هر زمان به پولهای بسیار جمع شده ایستاده نگاه کرده چشمانش را مالیده می ماند. آخر نرخ 1 خربوزه کلان زیاد باشد 5 تین 1 میری می باشد. هیچ سوداگر در بخارا حتی به 10 تین خربوزه نفروخته است. نه، این خواب بودگیست. میرک در همین خیال بود که 1 سوداگری پرسیان آمده ماند و به این درجه قیمت رفته ایستادن خربوزه ها را نگاه کرده هوشش پرید و دستانش را دراز کرده خریدارها را باز داشت. های مردم، گفت وی، ایستید. شما چی کار کرده ایستاده اید؟ نرخ خربوزه این بچه را اینقدر بالا برداشته خانه اهلی سودا را سوزاندن می خواهید مگر؟ نرخ 1 خربوزه این از 5 تین 1 میری زیاد نی. شما باشید؟ ما باشیم به پولی خودمان خوجین هستیم، گفت 1 سلدت به زبان پرسیانی، گویا وی هم پرسیان بود. ما از کیسه تو پولت را نگرفته ایم که اینقدر فریاد کنی. به پول رفتن خربوزه های بچه غشی او را آورده است، گفته خندید دیگری. حسد می برد، گفت 3. اگر این خربوزه ها از آن وی می شود آوازش نمی برآمد. آوازی گلدراسی خنده عمومی بلند شد و سوداگر چیکار کردنش را ندانسته زود از بین برآمد و به 1 سو دویده رفت. حاضر وی هم برای خربوزه آوردن رفت. گفت 1 عسکر بچه که خربوزه بریده شده را قلم کرده می خورد. لیکن خربوزه این بچه بر این شیرین نمی شود. مایلش خربوزه بیارد، هر کدامش را 1 تینی سودا می کنیم، گفت دیگری باز همه را خندانده. در این دم از میان میدان آوازی کرنه بلند شد و عسکرها دوان به سوی صفهای خودشان رفتند. از دروازه سرای چای و زوادی پختهن آدمی بسیاری، کارگرها، حمالان، خدمتچیانی اداره ها برآمده به سوی میدان ریختند. در 1 دقیقه یلنگی از آدم پر شد. میرک هم که خربوزه‌اش را فروخته تمام کرده بود جواری خالی را لونده کرده به دست گرفت و همیانی پر از پول را به کیسه بغلی کرتش که آن را مادرش مخصوصاً دخته مانده بود گذاشته از بالای آن 1 ته قلمی را به خود سخت پیچانیده میان بندش را بست.
وقتی که از پول و از جوال خاطر جمع شد به میدان دقت کرده دید که به بالای صوفه بلند چندین شخصانی شبکناک، شمشیرناک و با صلابت برآمدند، گویا که آنها به مردمی جمع آمده و به عسکرهای بسیاری که به گرد و اطراف آن بلندی صف بسته بودند چیزی گفتن می‌خواهند. یکی از آنها که قدی بلند، تن و توشناک، رویش پهن و چشمانش کلان کلان بود، موهای سیاهی جنگیله داشت و آن مویها از دو طرف شبکه ستاره سرخدارش زده برآمده ایستاده بود. وی در تن لباس حربی گیمناستیارکه و شلواری گلیفی داشت، لیکن شمشیر و تپانچه‌اش نمی نمود. در پهلوی آن مرد ایستاده بود که از او اندک پستر، با قوت و با صلابت به نظر می تافت. در سر وی هم شبکه بود، لیکن آن مرد ریش و مویلبی قهوه رنگ داشت. چشمانش گویا تبسم کرده می ایستادند. از کتفش تسمه شمشیر حمایل، در کمرش تپانچه داشت. در گرد و پیش این دو نفر باز چندین کسانی دیگر هم بودند که میرک به آنها درست دقت نکرده واره همان دو نفر شده ماند. ها میرک بخیر. این آواز او را به هوش آورد. میرک برگشته نگاه کرد که در پهلویش یکی از دوستان قدردانی پدرش که پیشتر به خانه آنها چندین بار آمده رفته بود و نامش حیدرقلعمک بود راست ایستاده است. میرک به سر و لباس حیدرقلعمک نگاه کرده باز هم حیرانتر شد، زیرا که وی به جای جامه و یکته عادی بیچارگی که او پیشتر می پوشید، حالا در تن کلوچه چالواری عسکری، در میان تسمه بسته و به آن تپانچه کلان قطیناک آویخته بود. به سرش تیلپک، همان تیلپکی پرسیانی بود. عمکی حیدرقل شما می؟ پرسید میرک به چشمانش باور نکرده. من گفت حیدرقل مویلب‌های درازی ماش و برنجش را سیله کرده. اما تو در اینجا و در این وقت چیکار کرده گشتی؟ ددید کنی؟ نخواد که تنها آمدی؟ من سحر خطی خربوزه آورده بودم، گفت میرک. حاضر فروخته شدم. تنها آمدی؟ باز پرسید حیدرقل. ددید میداند که تو در اینجا؟ گفت میرک از سؤالهای حیدرقلعمک حیران شده. چی شده است؟ خودی ددیم من اوزاد کردن. خربوزه خوب پول شد. باز بیارم نه، اکنون ددید نمی ماندگیست، گفت حیدرقل و می خواست چیزی پرسد. میرک آن معرکه اسکرها و در بالای بلندی بودگان را نشان داده پرسید. عمک جان، در اینجا چی گپ؟ اینها کیها باشنده؟ اینها سردارهای کلان عسکری سرخ، گفت حیدرقل. حاضر وعظ میگویند، درباره انقلاب بخارا گپ میزنند. خیر، گفت میرک سپاهی را از دست نداده، گویا به سخن حیدرقل سرفهم رفته باشد، علاوه نمود. من حیران که چه گپ باشد. عسکرها مشق میکنند گویید؟ حیدرقل تبسم کرد و از دست میرک گرفت و او را پیشتر به سوی منبر نزدیکتر کشیده گفت. مشق نه، گپ میزنند. وعظ میگویند، به عسکرها فاتحه میدهند که رفتن نغز جنگ کنند. چه خیل جنگ؟ با امیر؟ حاضر با امیر جنگ شده ایستاده است. انقلاب شده ایستاده است. نخواد که قشلاق خبر نشد؟ نه، ما هیچ خبر نداریم، گفت میرک و زود علاوه نمود. لیکن بچه ها جنگ می شود می گفتند. من نمی دانستم که جنگش همین خیل می شود.
آخر اسکرهای امیر قطی جنگ نمی کنند؟ بله، اسکرهای امیر قطی در پیش قلعه بخارا جنگ شده ایستاده است. آوازی توپ را نشنیدی مگر؟ شنیدم. من گمان کردم که اسکرهای امیر مشق کرده ایستادند. نباشد سر شد گویید؟ خیر، اینها چی می کنند؟ سر شد، گفت حیدرقل با تبسم. به وی سؤالها و پرسپاسی میرک معقول شده بودند. من گفتم کو این اسکرها هم به جنگ می روند. پیش از جنگ فرماندهانی کلانی اسکرهای سرخ به آنها نصیحت می دهند، چی بودن انقلاب را می فهمانند. انوی جنگلمویش کوی بیشیف نام دارد، آدمی بزر با ویش شمشیرناکش فرونزی، فرمانده کلانی همه اسکرهای فرانتی ترکستان. حاضر سخن را به کوی بیشیف دادند. انا دیدی پیش گذشت، شبکه‌اش را به دست گرفت. حاضر چنان گپ‌ها میزند که کس حیران میماند. درباره چی؟ درباره انقلاب، درباره انقلابی بخارا، درباره جنگ. از دو سر تو نمیفهمی بچیم. بهتر که دولاب نشدن پیشتر به قشلاق برگرد. ددید اگر سر شدنی جنگ را فهمیده باشد خواطر می شود. اسکرها مشق نمی کنند می عمک؟ باز پرسید میرک به شوق آمده. نه، گفت حیدرقل، جنگ تمام شود بعد مشق می کنند. تو تماشا می کنی. حاضر بیا من تو را گذرانیده براه تغری کرده مانم. حیدرقل میرک را به خرش سوار کرد و از میدان برآورده ماند و گفت بددید گوی که انقلاب سر شد. امروز نی، پگاه تخت امیر به زمین یکسان می شود. خاطر جمع باشد. باز گوی که اگر ممکن باشد برای اسکرها میوه خربوزه تیار کند. من می بیارم، گفت سخن حیدرقل را بریده میرک. نه، گفت حیدرقل، حاجت نه. ددید با آقسقال گبزنان کرده میوه خربوزه این چونین به اسبهای اسکرها علف و جو یافته ماند. ما آدم می فرستانیم، پولش داده می خرند. قند و شکر و چیت و گزوار می برند. خوب شده است. گوی که واهمه نکنند، به گپی هر کی باور نکنند. انقلاب غلبه می کند. ما زور می براییم. آزادی می شود نصیب باشد. خوب شده است. حیدرقل به میدان برگشت. میرک از کوچه بین عمارت‌های خشتین رفته ایستاده بود که چشمش به یک رسمی افتاد که به کاغذی کلانی کشیده شده و به دیوار چسبانیده شده بود. میرک خر را به آن دیوار نزدیک برد و به صورت دقت کرد. در آن کاغذ صورت یک مرد دهقان، یک استای آهنگر و یک عسکر کشیده شده بود که دست به هم داده بیرق سرخ کلانی را می برداشتند و در زیر پایه بیرق آدم‌های بدافتی سلناک و شکم کلام مجق شده خوابیده بودند. در بیرق سرخ و در پایان صورت کیمچی ها نوشته شده بود. میرک غرق تماشا بود که از قفایش آوازی بدهیبتی مردی را شنید که می گفت او صحرایی بچه، هی کن خرته، این چی نامعقولی که به پیشی شعاری انقلابی خرقتی آمدی؟ میرک برگشته نگاه کرد و دید که باز همان مردکی شبنگی با همراهی یک نفر کمزوری چرمین پوش به سوی او با جهل نگاه کرده رفته ایستاده است. میرک گپ نزد و خرش را حی کرد، اما مردکی شبرو با رفیقش به سوی خانه پیرسیانی سوداگر برگشتند. این را دیده میرک خود به خود گفت
کور را در تاریکی شناخته است و خرش را ایخ گفته خله داد و به سوی قشلاق دواند. سید پهلوان پس از گسیلانیدن میرک کلاندش را به کتف گذاشته به سوی یابان روان گشت و تمام فراموش کرده بود که باید نعیم تلخ بیاید، باید از وی گپ پرسیده معماهای دیشبه را حل کند و ملتقی او را درست کرده دهد. حالا تمام خیالی وی به آب دادن یک پارچه زمینی که به آن پیاز کاریده بود بند بود، لیکن هنوز از قشلاق بیرون نشده بود که از خفا آواز نعیمی تلخ را شنید که او را جیغ می زند. سید پهلوان کلاندش را به زمین گذاشته به آمده رسیدن وی منتظر شده ایستاد. آفتاب بلند شده نورهای خرمانه خود را به بالای قشلاق می پاشید. در آبی روانی جویی که از آن کوچه می گذشت گویا الماس پارها در می گرفتند. در هوای صاف و فارم بوی خوشی خس و بیده چنگی نمالود پهن شده بود که مشامی دهقان را می نواخت. مانده نشوید پهلوان، به کجا؟ پرسید نعیم نزدیک رسیده. نوبتی آبداری نگذرد گفته رفته ایستاده بودم، گفت سید پهلوان. فراموش کردم که به شما وعده داده بودم. ها، ملتقی شکاری؟ گفت مطلبی سید پهلوان را فهمیده نعیم. ضرر ندارد، وقتی دیگر درست می کنید. حاضر ملتقی جنگی در کار شده ماند. پهلوان، ملتقی جنگی؟ برای چی؟ گفت سید پهلوان حیران شده. چون که جنگ سر شد، آوازی توپ را نمی شنوید؟ این سخنان نعیم مثل صاعقه برق زد و چشمان سید پهلوان را وا کرد و یک باره به خود آمدگی برین شد. در حقیقت آوازی توپ پرانی هنوز هم قطع نشده بود و گلدور دوام داشت، گویا در پسی افق رعد و برق شده ایستاده باشد. جنگ سر شد. در کجا؟ در کاغان کنی؟ نه، در بخارا دیه. شما هم امریمی؟ جنگ با امیر سر شد. در کاغان بلشویک ها اسکر جمع کردگی. طوری که اسد مخصوم میگویند این دفعه جنابی عالیتان از تخت می فرامدگی بری. اسد مخصومتان کی؟ شبنگی مهمانتان مگر؟ بله گفت نعیم اول، ولی بعد حیران شده پرسید شما از کجا می دانید؟ آمدنش را دیده بودم، از چاش یک تا خربوزه دادم. همین طور گویید؟ شما او را دیدید؟ بسیار نقص. انا همین آدمی دیدگی تان اسد مخصوم نام دارد و کلانی جدیدهای بخارا، خیلی آدمی بزربه. خیر عجیب، گفتمان سید پهلوان، ولی خیالش به جای دیگر به میرک بند بود. шунавандаҳои азиз, шумо гуфтори ҳафтум ро аз рӯи рамани 12 дарвозаи Бухорои нависандаи халқии Тоҷикистон Ҷалол Икромӣ дар қироати Ализода Абдурашид Хуҷамқул шунидед. Коргардон Шералӣ Нағзалӣ, садобардор Карим Толибов. поёни гуфтор аз силсилаи Хониши Бадеӣ. шод бошед.